سلام دوستان، اومدیم برای پارت 3. سلام محمد، چطوری؟ خوبه؟ آره خوبم. چی میگی داداش؟ محمد میگم یه آمپولی نمیدونه دیگه جدید اومده که اگه بزنی به تو اینطوری زان بی نهایت میگی. نه بابا علشی، اگه زان بی نهایت میگیری خودتو بنداز بالا، یه دونه پشتش بزن با کله بیا پایین. What the fuck؟ حاجی چطور شد؟ اصلا منم بزنم. یا علی من بحثم کردم حاجی، بس بیا بکش بیا. یا علی نمیاد حاجی. یا خوب برو دستی تو بشون زود باشه دیگه رفتم. ای بی‌ناموس تو چقدر زگی، تو چقدر دلغکی آخه. فقط سدی فکر کنم همه کسا نیازی تموم شده. چکار کنیم؟ بندازیم گوش. آجی رضا کجامون دیگه نمیاد؟ سلام بچه، شده رضا جون؟ هیچی، رضا داری گریه میکنه. هیچی، انگار داری گریه میکنی. چی بود اینطوری زد تو رو؟ چی شد؟ اصلا چی شد داد؟ اینجا چیزی نیست. رضا ببینم. نه فکر کنم با اسنایپر زدن رضا رو. نمیدونم رضا کجاست میگی؟ خود تو بازم مس کردی؟ زود باش برو یه بیرونی برو به نظرم تو. آره یه بیرونی برو تو، چون خیلی دیگه تو دلغش شدی. نه بذار اینطوری میرم رضا رو میبینم. آره رضا زدن دلغشش کردن که مادر. میدونم من کیه. اون یک آدم ظالمه، از فرعونم ظالم‌تر. آره بابا تو ماینکرافت یه پیروپراین چیه اون؟ از اونم ظالم‌تر این دلغش. الانم دارم پارتی میگیرم، بریم مادریشون. حاجی این دلغکانه. آره این دلغکان، ای دلغکان از هوا میفتن. آره اومدن شما بذار ما بگیم به این دوست. فکر میکنه آره حاجی اینگار این دلغکان. رضا بیا نترس، اومدم داداش. ما رفتیم دیگه داداش، ما میریم دیگه با اجازتون. که بزن محمد چی کارش میکنه؟ ننشو نوازش میکنه. ای وای ببخشید زرگی شدم. ننشو نه بابا محمد حرف میزنه. آره بابا تو نگرانش اوه شت. محمد اینا رو چیکار کردی داداش؟ ننشونو نوازش کرده. این بود برو اینجا ببینه. الله بیا مادرش باید عشقی داداش، یه رفیق میخوام مثل شما. آره
داداش خیلی زرگه شده ها. آره خیلی زرگه شده. ولی یه نفرم بودا انگار. چی بود؟ بریم اونم مادرش. آدرس رو بلدم. این بار خودم میرم مادرش. داداشم ادیتور کپی رایت رو بنداز ببین. داداش کپی رایت نداریم باید با دهنت بزنیم. از هوا میخوام بیام دوباره. داشت اینجا رو با ماینکرافت بکنم اشتباهی گرفتن این دلغه ها. سلام داداش چطوری؟ داشت مواد داری؟ مواد مخدر گفتم میفروشی. پلیس مخفی. نه داداش بس تو کی هستم؟ با تو کی؟ بگو ببر. برو از ننت بگو. فهمیده؟ ننم تو بهشته. خب چه خوب تو هم برو ملاقاتش کن. تو جهنم نمیری بهشت میری. چی میگی بینا؟ بابا بیا پایین بابا سرمون تفنگ رو عشق شما انداختم داداش. برو گم شو. نه تو نوازش میکنم. یا علی مدد. دیدی داداش بدون کپی رو خیلی میره. کپی خیلی خوب میرم داداش قول. داداش تو دوستای من زدی؟ آره مشکل داری؟ داداش میخوام تو رو بکشم. چه مشکلی باید داشتم؟ ببین خیلی داره دیگه حرف میزنی ها. خیلی دیگه داره حرف طولانی میکنه. به نظرم بیا عادلانه تک بکش. داری جرأتو بیا. نداری برو. آره تک برده شدیم منو. باشه خب 1 2 3 فکر میکنم من عادلانه رو دوست دارم اصلا. بمیر بابا درگه بینست. من عادلانه باز نیستم. بیا برو هم محمد ظهور کن. ماشالله محمد اون رفت جهنم یا بهش من نمیدونم داداش. با هم میکشونم اکورم من نمیدونه. اون شکانه رو آوردی که به کفتن. آره بیا عشق من داداش. اون محمد دوستمه که کپی رایت کرده. آره از من صدای محمد رو میشناسم. بیا پایین دلغک. یا داشت گوه خورده. داشت ناموسن گوه خورده. فقط ویلم کن. چرا باباش میخوام اعدامت کنم. تو که هیچ. بریم خب اون لباسای خونی من داره. آره داشت چی میگفته برام؟ نه نگاه کن به صورته. بله چی میگفتی؟ نه بگو چی میگفتی؟ حالا یه آمپول داریم ما اینجا که محمد تازه اختراع کرده. اگه نمیدونه محمد چیه پشت سرت نگاه کن. ببین اگه منو بکشی اینم میبینی. فکر میکنم با تفنگ میخوام بکشم. اینم خوب جا خالی میدم. وای محمد قبان کش بودو منم اینجوری مندازم. داداش فیلمنده رو با دنیا اشتباه گرفتی ناموسن. تو اشتباه گرفتی یا داداش من خدا ملق میزنم. ببین من این کار نمیدونم چی به کیه داداش. من هیچی نمیدونم تو اینجا. فهمیده؟ نه بگو ببینم فهمیده.
نفهمیده بس بیا بگیرش بیناموز دلغک. یا الله یالا 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 الله یالا اسم خودم هم الله یالا. وای حاجی میسوخیم حاجی. نه داداش آمپول خدا کوتا آمپول خدا کوتا نسوختیم به مولا حاجی رضا داره اسکلتش میمونه. آمپول خدا آره تاتا بی عشقشو ببر. بیناموس دلغک زود باش. رضا خوابی. رضا یه کسخله خوابه. سه شنبه داداش دوشنبه. چه خوبه دوشنبه. ها خوبه دوشنبه بابا بیا با خودش. اصلا خودم هم کشتم بیناموس. ادیتور این بذار بمیره ولی منو کپی و پیست. نوکرتم ادیتور بیناموس. من بدم بیار. چی می جافته؟ جت کوتاه ها ببین. یه دونه میذارم دهنت میاد. از دهن خون میاد. فهمده؟ از دهن من یا دهن تو. نه 100 سال است که چی همه رو میکشم. فکر میکنم تو رو نمیکشم. بس با مامان تو یا الله داداش با فیلمنده واقعا اشتباه شده. ببین من ببخش ولی به من خیانت کرد. نه داداش من رفیقو نمیندازم. خب بچه ها این کانال دیگه واسه من شده. من رضا هم مست شده. آره چه خوبه این کونش. یا علی مدد مست رضا آمد. ببخشید داداش من ادیتورم. این کانال واسه منه. گوه نخور من خودم رو پیست و کپی میکنم. نوکرتم بچه فالو ساب و لایک یادتون نره و زنگوله هم بذارید روی آن. بچه به حرفش گوش ندید. خیلی دلغک این ادیتورا. نه ببخشید به حرفش گوش بدید. بای